خیلی بچه امروز اومدیم با یکی از بازی خفن ویدیو خفن دیگه تو کانال با تاها و کانال مستر کن. حتما لایک سابسکرایب یادتون نره. امروز یه بازی خفنی داریم که اینجوری هستش بچه. ببینید مرز گذاشتیم برای خودمون تو اتاق. هر کی اول بره بیرون میبازه. آره. و بچه چالشایی هم داریم. آره. اولین چالشمون رو با شماها بریم. بچه این مرزمونه که از اینجا این تاها توپولو. خب این مرزه که از اینجا نباید خارج بشیم. آره. ولی میتونیم یه پامون رو بذاریم بیرون تاها. آره. و بچه ها این ویدیو رو چیکار کنن؟ این ویدیو رو لایک کنن. لایک کنید بچه. ریدیم. داریم زحمت میکشیم. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. شروع کنیم. آها. بعد حرفی داری؟ بعد حامله شدن الان این ویدیو رو بردیم. بله. متاسفم. بچه‌ت چی بود؟ پسر بود دختر بود؟ چی؟ بچه‌ت چی بود؟ پسر بود یا دختر؟ پسر. من دختر بود. من پسر می‌خواستم ولی دختر دارم. خودم وقتی بزرگ شدم ازدواج می‌کنم. باشه. بعدشون هم بچه دار میشم. بعدشون هم ازدواج. با هم ازدواج. بریم برای ادامه ویدیو. اولین چالش ما پلی‌استیشنه که باید فوتبال بازی کنیم. هر کی برنده شد میتونیم بذار ببینم جایزه چی بود. میتونه تو سونی با هر چقدر خواست بازی کنه. آره. تا حوصله‌مون سر نره هوی. آره. و بچه‌ها بازی کردن با نینتندو سویچ و گوشی هم داریم بین اینا. آره. اونا رو تفریحی بازی می‌کنیم. آره. خب بچه‌ها سونی هم نشون بده. باشه. چطوریم بچه‌ها؟ حال و احوال؟ اینها روشن کن. چی؟ روشن کن. کردم. هیچه. خب بچه‌ها روشن کردیم سونی رو. اینها تلویزیون هم روشن می‌کنم. بخواهی یه دست بالاف بزنیم؟ ها؟ بالاف بزنیم بر؟ نداریم که. سونی؟ آره. نه باید فوتبال باشه. بچه‌ها شما فوتبال رو با ادیت سرعت می‌بینید. شما ادیتوره. هلیکوپتر. آره. خب بچه‌ها الان سونی عشقمون پلی‌استیشن 5 سال 2020 باشه جای کنم داره باز میشه که ارور داد متاسفانه. چه این لحظه شما رو اینجوری بگیرم بعدش. خب بچه بعد از تلاش های خیلی فراوان آره خیلی تونستیم بالاخره. من میخوام چیز باشم اروپا. من خواهی پرتغال انتخاب کنم آرژانتین. پرتغال کجاست؟ اروپا آره. کجا رو انتخاب کنم؟ برو پایین پرچم انتخاب. اونو بزن. الان پرتغال رو بید. برو ای ترکیه جزو اروپاست. استانبول نه فقط استانبول جزو اروپاست. میگم دیگه یه تیکه از استانبول. نه یه تیکه از استانبول نه کل استانبول مال اروپاست. نه استانبول دو قسمت آسیایی و اروپایی هست. رونالدو هم هست. پرتغال انتظار داری رونالدو نباشه؟ من فکر کردم این چیزه اون تیم منچستر یونایتده رونالدو خداحافظی کرده. یادم اینم مسی دورابیستی کریستیانو رونالدو تو پرتغال. خب بچه شروع میکنیم. شما از این به بعدش رو فکر کنم یه ذره طولانی میبینی چیز میبینیش اصلا صدای ما رو نمیشنوید با سرعت میبینیم و جاهای جالبش رو فقط شما نشون میدن. هر که برنده بشه میتونه با سونی بازی کنه.
خب بچه باز نتیجه باز اینجوری شد و ما هم تصمیم گرفتیم که دوباره بازی نکنیم و دوتامون بازی کنیم. آره هم بازی خوبی بود هم بد بود. آره اصلا حال نکردیم. اول چیز کنیم چالش دوم بریم. آره بریم. بعدش با بازی کنیم دیگه با تاها. آره سنگ قیچی. فعلا بیا سنگ قیچی. یا بکن تو چولر. سنگ کاغذ قیچ. یس من بردم. سراند سنگ کاغذ قیچ. یکی سنگ کاغذ قیچ. این نشد. سنگ کاغذ قیچ. این چیه؟ این قیچی بود. کاغذ بود. سنگ بود. اول سنگ به جون ماده اینجوری بود. گوش کن. بیا اینو یه برم نشد. اول وایسای بچه یه لحظه. امتیاز این مال نه خیر. امتیاز این مال من. نه خیر نیست. آقا دیدیم. همه دیدن. بابا من اشتباهی اونجوری کردم. ویدیو رو چیز میکنم وقتی که میخوام آپلود کنم ادیتش میکنم چیزش اسمش بود. بابا بیا یه بار دیگه اینو بکنیم. اونجا رو خیلی کند میکنم که بچه‌ها ببینن. بیا این دوم یه بار دیگه بریم. میریم ولی خب میذارم که بچه‌ها حتما ببینن. بیا سنگ کاغذ قیچ. سنگ کاغذ قیچ. الشم برده میشه. باشه دیگه تو ویدیو نشون نده. خب بچه‌ها غذا میخورن. گرسنم بود. بچه‌ها یه پامونو میتونیم بذاریم دیگه بدون رو؟ نه یه پا هم نمیشه. من از اونجا چجوری در بیارم؟ نه یه پا میشه. بابا یه پا نمیشه. پا نمیتونیم بابا همه یه پا. عجب زغل بازی هست. بچه نظرشتون باید یه پا باشه یا دو پا؟ از هر کدوم یه دونه بردارم. منم برم بچه ها کانالمونو ببینم. از هر کدوم یه رونه بردارم. یه دونه هم آب برمیدارم. بچه غذا میگیم چیزه غذا نیست اینجوری ما بچه تنقلاته. بیا کانالمونم نشون بده بچه حتما اون یکی ویدیو هم نگاه کن خیلی خوب با حامله شدیم و دنبال کردن چشم بسته بچه پشت زنش ما خیلی خندیدیم. شما ندیدیم. دلم نمیاد بیا اینو بخور. ممنون. بیا اینو بخورش. توی تربیت. خب از اینجا بچه آره ستایی شدیم 3 بچه مرسی ازتون که 4 تا سابسکرایبر داریم. آره 4 تا بچه بقیه میگه 4 میلیون ما میگیم 4 تا. یس خب بریم اینا رو بخوریم بعد بیایم. آره اینا رو بخوریم. بچه ها یک از خنده دارترین لحظات رو بچه ها بیان خنده دارترین بحث این ویدیو رو یه بحث بچه ها ببینین منو خیلی باحاله این. آره نگاه کنید اسپویل نمی کنم. نمیخوام ببینید. یه دوباره خودتون تو یوتیوب هم ببینین. اینجا من نشون میدم بهتون ببینین. اون منم تو بازی ها چیز میکنم مثل اونا بود. آره والله. خب داریم میخوریم. بچه بازدیدای ویدیومون هم داره یواش یواش میره بالا. بچه ها اینو ببینین. شکلات دوبای چاکلت بگیر. بچه ها بده من میخوام بشکنم. بچه ها شکلات دبی اگه میخواین نصیب شما هم بشه حتما کانال رو سابسکرایب. ببین به همه فالوورامون یه شکلات دبی بدیم حاجی. 4 تاست. حله هر کی بخواد بیاد چیز تو دایرکت. عقب مانده است بچه. آره از شکلات دبی عقب مانده ایه. اوه نصف کرد. ببینید به شکلات دبی. خب
خوبه؟ بابا کسی کار نکن. آن بخوره. بچه ها اصله و خیلی هم خوشمزه است. بگیر بخورش. الان بمیریم تاها گرفته دوربینو. بمیریم عوض میشیم. وایسا این برم چیز لباس عوض کنم. ببین دوربینو خوبه؟ آره نگهبان اصوله بزن. یالا دادا. اوه جون چه زدی؟ بچه شما اینجا داری پارتی میکنید، منم دعوتم. ترور اومد. اوه دختره لختو داره میزنه بچه. کسشه خب بچه نگهبان چرا اینجا مثل گاو وایستاده؟ نمیدونم بکنم ترسیده ریده به خودش نمیتونه حرکت کنه. بچه این رمزی که دارم میزنم تو تلفن رمز رفتن پلیسه. اگه بچه میدونی بدون اما ببینن که اگه بخوایم شما هم ببینین این مثل آموزش میمونه. بچه اینجا خونه ترور میتونه اینجا هر کاری بخواد بکنه. میتونه مثلا بگیرم خاره همشون رو بگیرم. تربیت این سیاه بود. همه خوبه. الان خوشین شد. فقط تیشرت شما تیشرتت پر از استفراغه. تیشرت همین دوتا. بریم یه لباسی بخریم این بدبخت ترفر. بله از این به بعد اسم ترور شد ترفر. مرسی ترفر. آره ترفر. خب بچه ها الشن داره ترفر رو میبره. ترفر بره ماشینشو سوار بشه با ماشین ترفر ببینین مثل جاو پرید هوا. رمزش منم میزنم رو صفحه اگه خواستین بردارین. آره اونایی که جی تی ای بازی میکنن این رمز خیلی به دردشون میخوره. جی تی ای بازه همین الان لایک و سابسکرایب کنن و تو کامنت هم بگین کیا عاشق جی تی ای. بچه اینو نمیدونم شما هم باور میکنین یا نه ولی تو جی تی ای تو همه بازیکن‌ها ببینید یه دونه خونه‌شون فقط تو نقشه نشون داده میشه. آره یه دست اونجا زوم کنه. ببین این خونه تو نقشه دیده میشه و اون جایی که نزدیک هستیم و یه دونه لباس فروش دیده شمال میشه. ببین یه دونه لباس فروشیه یه دونه شمال. آره اون اینی که اونجاست. اونو نمیدونیم چرا بچه‌ها فقط اون لباس فروش دیده میشه. من رفتم اون کل اونجا رو خریدم. بعدش دختره هم کش. آره البته اینجا رو دوباره خرید کنیم بریم به بچه‌ها نشون بدیم که چیزه واقعا خریدیم. آره الان لباسایی که ترفر اومد تن ترفره از اونجا خریده الشن. ببین بچه‌ها تو جی تی ای وی همیشه پایین شهر بهتر از بالا شهره، اما از نظر خونه بالا شهر بهتره. خوبه وسط تابستونه به ترفر اینا رو میپوشونی؟ مثلا کل اینجا هم بگیریم. خب بچه ها الشن داره میره. کجا میخوای بری؟ اینجا ها رو چیز کات میکنم چون که برسیم به اونجا که نشون بدم بهتون که واقعا خریدیم بعدش دوباره چیز میکنم. فعلا خب بچه این از اون لباس فروشی ببینیم این دوتا اینجا خریده کلا الشن لباساشو. کت شلوارم خریده. همه چیزو خریدم ولی چیز نمیشه. شاید با کل چیزا باید بخریم. انگار بود شلواره باحال. و بچه ها برای آخر این چالش اینجوری میکنیم. اینجا اینو میگیریم اینجوری میکنیم یه دونه اینجوری میزنیم یه دونه اینو میکشیم یه دونه این میذاریم. اون بیرون هم دوتا پسر بوده اون هم بکش. اون هم یه دونه است دوتا. خب بچه پالیس بیا بذار چند تا پالیس هم بزنیم. بمیر ماشغال. خب بچه الشن داره با پلیس هم مثل جاو میزنگه. ای دارم میمیره. آی مردم. الشن مرد بچه. خب بچه چالش بعدیمون انداختن بطریه که هر کی
بتونه بیشتر البته تا 5 زودتر بندازه اون برنده میشه. میدونی چیکار میکنی؟ یکی یکی میندازیم. مثلا من انداختم وایساد، من دوباره میندازم. اگه وای نستد نوبت توه. بنداز اول تو. خب بچه‌ها اگه اینم بشه قراره بریم سرویس. آره اگه هر کی ببره میتونه بره سرویس، چون دارم خیلی میترکم. و بنداز. آره میترکم. ای یس یک. ای بابا یس. یک. من یک. اوه کم مونده بود لعنت. یک من. ای پایتو نمیذاره. اوه پایتو گذاشت. بنداز. خب یک کجا انداختم مثلا؟ یک خدا بدونه. دو سه لعنت لعنت یس و داشت میشد. خب بچه میتونه بره سرویس. من برم بیام. خب بچه من برگشتم، الان یه دونه دیگه بازی مونده. خب داشتم میگفتم اینا رو من چسبوندم به هم، یه دونه این شکل درست کردم. یه ذره بزرگ میخوام بکنم چون که این چیز کوچولوئه. میذاریم یه ذره جلوتر 5 تا آهنربا برمیداریم خودمون، با اونا میندازیم روش. هر کی بتونه بیشترین آهنربا رو روی این ورقه نگه داره، یعنی بندازه روش، اون برنده میشه. بله بچه‌ها ببینید رنگ‌های چه خوشگلن. خودش هم رنگ‌های آهنرباها که میندازیم اونا فرق میکنه. مال تاها زرده، مال من قرمز. اینا بردار ببینین 5 تا. مال من زرد، مال الشن قرمز. به هم چسبیدم آهنربا هم. حتی مثل جداشون کن. آره جداشون. من با تک دستی نمیتونم. شد؟ چی شد؟ خراب نشد. خب بچه اینا هم یه جا بزرگش کردم. آره کف دست خیلی هم خوشگل شد. اینجوری بچه برعکس کن. ببین یه لحظه. بچه اینا اینجوری میندازیم اونجا، الان میندازیم اون. خب بده. خب بچه هم میبینیم. خوب بگیر. باش دوربین خمود نچسبید. مال الشنم دوباره رفت رو فرش. مال تو با فرش مشکل داره بچه. یه لحظه شما رو اینجوری خم کنم که راحت. مال تو با فرش رفاقت داره، نمیدونم چرا. آره خب من بندازم بچه ها تو وایسه. بنداز. من بندازم باش. نه تو نمیداز. خب بچه ها فکر کنم باید بیا یکم جلوتر یا خوبه؟ ایسا. بنداز. بندازم. ایوه اینم رفت. بچه ها بازم نچسبید. هر دومونم صفر. بگیر اینا ها مال تو. آره اونجاست. هر دومونم صفریم بچه ها. صفر. کجاست اون؟ بخم کن یه ذره اینجوری. بچه اونها شما یه ذره راحت نیستیم. آره یه لحظه. این خوبه. بذار همینجوری بکشم. آره خب همینجوری خوب شد بچه ها. نشد بچه ها. یه ذره نزدیک تو فیلم نمیده. بیا سنگینه تو نمیخترمت. دستم میشکنه، با یه دست آدم نمیتونه. خب بچه بگیر بنداز. بابا خیلی نزدیک دوباره برگشت به تا اینجا اومد. بگیر. بذار به گوشیم نچسبه. بیا تو بگیر اینجوری. باش. بچه بابا هر دوم از روش رد میشه. الان بچه من اینو بزنم الشنت نبزنم من میبرم. نه من دوتا دارم. راست منم دوتا دارم. خب بچه الان من میندازم ببینم چی میشه. انشالله که بندازم. ای بابا نشد. هی میاد جلوی پای من، نمیدونم پای من چه مرض داره. بیا بگیر. بگیر. خب میندازم.
میندازم الان. برو یه زن نزدیکتر که ببینم بچه‌ها. یس گرفت بالاخره. دنس منو بگیر. داشتی میرفتی بیرون ها. خب بیا بذار من بگیرم. خب الان بچه‌ها من میندازم بیرون بشه. یس چسبید. من آخریشو دارم. این به چسب من برنده میشم، نه چسبه مساوی میشیم. میخوای تند بخوری یا نه؟ من میخوام تند بخورم. نچسب آفرین. میخوام وایسا بچه‌ها داشتم میرفتم. یه پاشو بیرون گذاشت خونه دو پاشو نفت. داشتم میرفتم. بچه یه لحظه من اینا رو جمع کنیم. خب بچه الان چون که دوتامونم نتونستیم ببریم این بازی رو، تصمیم گرفتیم که دوتامونم بخوریم. هر دومون میخوریم؟ نه هر دومون میخوریم. آها بچه دو سه یس اومدیم بیرون. خب بچه الان میریم آشپزخونه تون بخوریم. خب بچه اومدیم الان ملاحظاتمون رو انجام بدیم. آره اینها بچه یکیش این یکیش همین. خب تو بگیر اینو. قراره اینا رو بچه با هم چیز کنیم. سلام من اینجا هستم. خب اینها تو قاشق داره میریزه الشن اول. ریخته؟ نه یه کوچولو. اون سبزه فکر کنم تندتر باشه. آره اون خیلی بدمزه تنده. یا اول پس چه خبره؟ من تون دوست دارم. من زیاد دوست ندارم معمولا سس. الان این برای من مجازات نیست ولی برای من مجازات. خب این اینجا بچه مجبورم بخورم. بده من اول تو. چرا من؟ اول تو. بچه این تا یکم بابا قرمزشو بریز ببین چقدر زیاده. هم اینقدر میریزی ها. باش من پر میکنم قاشق واسه. دستو برده. مرد بچه الان به خودم اومدم. گردنم داره میسوزه. گلو بیا الان منم گلوم داره میسوزه. بچه بابا این سبزی چقدر بدمزه است. آره اصلا خوشمزه نیست. کم مونده بود استفراغ کنم. من میشه سبز کم بریزم قرمز زیاد؟ چرا؟ اصلا کل قاشق قرمز بود. نه خیر نمیشه. برای من سبز اختی خودت هم باید سبز کنی. زیاد شد ینطوری. خب یه کوچولو هم از سبز بریز افرین. سبز ریختم. وای توشه؟ آره بچه منو بگیر. پخت بچه هرچ سبزم بدمزه است. حالشو بد کرد بچه از این نخرین هیچ وقت خیلی بده این سبزه. میخوام یه دونه دیگه اینقدر بخورم. مرض داری؟ آره چه مرض داره؟ خب بچه اینم بچه مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردیم. مرسی فعلا خداحافظ.